اسلام ما وقتی میشناسیم قدر و قیمتشه که یک دفعه زندگی را در اروپا بکنیم، غرب ببینیم، بعد از او دو شخصیت بزرگ که دنیای غرب یک دم مشاهده کرده، بعد از او و کتاب نوشته کرده یا شعر گفته. یکی اقبال لاهوری، اگرچه در ابتدا فکر صوفیگری داشت، خیلی مزخرف بود، در آخر کمی جور شده بود. او هم دنیای غرب دیده بود. پس که آمد اشعار در مقابل چی بگوی ضعف امی قانون غرب و روش غرب، عملکرد غرب جور کرده. او پس اشعار برای بیداری مسلمان ها گفته که مسلمان ها اینطور دینی داری که اگر شما بیدار شوی و با این چنگ بندازی همه چیز برای تان است. اما با تاسف که مسلمان خواب آلوده است، همیشه فرفته دیگر است، مقلد کورکورانه است، پشت سر دیگر ها رفته رایسته. امروز پشت غرب مردم دویده رایی نیست. زنا و مردای ما دموکراسی گفته چیخ میزنه، پارلمان هم همونطور. تاسف در اینجاست همه کسایی که ریشایشان کلان، خود مجاهد میگه و هم گپی دموکراسی را در کمپاین خود میگه. اول دموکراسی در سر نقطه است، یعنی بیدینی در سر نقطه است. کی میگه که دموکراسی اسلامیسته؟ دموکراسی خود نمیسته، خواست مردم خونو گپ است. چرا اینطور میکنی؟ قرآنی داستانا را همونطور برای ما بیان نمیکنه. برای ما درس عظیم است. سید قطب رحمه الله مغفرت کنه، یک چیزی گپا در عقایدی گپا موجود داره، خو لیکن یک مفکر بزرگ است، قلم چی بدست بزرگ است، دنیای غرب دیده، مشاهده کرده. از امو خاطر او که وقت بحث از اسلام میکنه، از نظام اسلام، بسیار جاذب است بحثی از او. علتش است که اونجا دیده، مشاهده کرده و قدر و قیمت و ارزش اسلام برش معلوم شده. برای ما شما معلوم نمیشه. همیشه در یک محیط سالم پرآبرو و عزت زندگی کردیم. زن و مرد متمایز است، احترام متقابل برای زن و مرد موجود است و کمال آبرومندی و عزتمندی در کل زندگی ما الحمدلله حکم فرماست دیده میشه. اما وقتی اونجا بروی که از این انسان ها چی جور شده، از این زن ها چی جور میکنن، از این مرد ها چی جور میکنن، اونجا رقاصه خانه های از یاره، شراب خانه های از یاره، هتل خانه های از یاره. کسی که در دنیای غرب زندگی میکنه کم کم کیمیا از پیش سوال بکنه، بگو چی طور است، چی احساسی داری، اسلام کدام دین است؟ ما خود سر اسلام قربانی ندادیم، از او خاطر قدر و قیمت نداره. ورنه یقینا یگانه نظامی که حیثیت انسانیت به جا نگاه میکنه و همونطور پیش میبره فقط نظام اسلام است که انسان در داخل چوکات انسانیت باقی میگذاره. دیگر نظام ها انسان از چوکات انسانیت میکشه. یقین به الله بکنه اگر حیوانات امو رقم باشه کی مردم است، همونطور است. قوم لوط علیه السلام هم همین رقم مردم بود. به جای از اینکه آن چیزی را که الله برش حلال کرده او را از او را و حاجت خود پوره بکنن، راه های غلط در پیش گرفته. خود تاسف در اینجا است که ما در اخبار از رادیوها و تلویزیونها در مورد وطن خود میشنویم که در تویا زنگا در پای بچه میشه، مجلس ها جور میباشه، خصوصا در سمت شمال. چقدر حالت خراب است. علمای ما کجاست؟ امی دعوتگرا کجاست؟ امی دانشمندا کجاست؟ امی چی میکنه آخر؟ آیا امی قول لوط علیه السلام نیست؟ الیس منکم رجل رشید؟ آیا از شما یک شخصی هوشیار با فکر وجود نداره که لااقل نصیحت بکنه، مردم بفهمونه که به کدام طرف ما را میکشانه؟ زورمندای امام کلش هر کار که این گپا در وطن ما میشه اول عاملش زورمند است، پشتیبانش زورمند است، از دست زورمند همین کارا میشه. باز امی ملت کور، امی ملت بیسنجش و بی فکر به مو زورمندا رای میده که بان دیگه هم سر ما حاکم شود. زنی نکاح شده را و بری خود میبره، توی میکنه. زنی نکاح شده، طلاق ناداده شده، کدام جنایت است که نکردن؟ تاریخ گواست در این موضوعات. الله متعال رحم بکنه، نگذاره. ما بارها گفتم یتیما را نگذاره. به الله قسم سری ایتام بیچاره که سرنوشت ندارن، در هتل‌ها، در کلینرها، در مستریگریا، در این گپا میرون، حالاتشان خراب میشه. علت چیست؟ علتش چیست؟ دوری از دین اسلام. یک مهر زن 10 لک رسانده، 5 لک. جامعه فقیر در دیهات بری یک قریه که اونجا 1 لک افغانی هیچ فامیل پیدا کرده نمیتونه در سال.
ولی یا قلین برش میگه یا تویانه برش میگه. مهر خود نیست. مهر خود دختر قطعا نمیده. این چند است؟ 10 لک روپه، 5 لک روپه. جوانا 40 ساله، دخترها 40 ساله توی نکرده می باشه. بس عامل تمامی بدبختی نمیگه. پاس خود زمینه را برش مساعد میکنیم، اینی کارا شده رایست. هر کس که عامل میشه در این جنایت ها شریک میشه. از اون دین اسلام ساده بسیط، نه حیاهی بود. شما یک دفعه مطالعه بکنید که توی در زمان پیامبر اسلام چرا میشد؟ در اونجا هر کس 4 زن داشت، 3 زن حتمی، 2 زن حتمی بود. چرا؟ به خاطر که مخارج سخت زیاد نبود، تکلف داشت نبود، تعنت داشت نبود، خودستایی و خودنمایی داشت نبود. ما کمال ساده بسیط. اونجا توی یا ازدواج به خاطر صیانت نسل انسانی بود، برای صیانت عزت و آبروی مرد و زن بود. اما امروز الله رحم بکنه در کدام سرحد رسیده، داد از اسلام میزنه، اما عمل کردیم ما یکیشان به اسلام موافق نیست، سازگار نیست. خیر در الله چی جواب بگیم؟ اسلام خودتا اینو نمیگه تسبیح ترک پرتو من مسلمان هستم. کجاست؟ انواع جنایت و بسیار خطرناک است، بسیار زیاد خطرناک است. اینترنت و این شبکه های چی بگوی بیرونی، درونی خو خیر است تا به او اندازه نرسیده. لا اقل گرچه در جامعه ما امیان مثل علمو مثال غرب داره، امی رقاصه و امی گپا که است، اما آلی این افغانستان در سال آینده شاید بگوی دیجیتالی شوه و آلی در هر خانه تلویزیون بیرونی گرفته شوه. باز میبینی که کدام جنایت ها به ظهور میپیونده. این کارا روان است. خب ما میگیم که نه، هوشیار شوه. هر کس امی ملت است برای کسی که رای میده. اول خب ما میگیم انتخابات غیر اسلامی است، قطعا در اسلام توری انتخابات نیست، واضح میگم. دوم اگر کسی رای میده ایرا گناه بدانه خو رای بده، خب شرایط بگذار است برای کسی که رای داده. لا اقل امی قدر یک اتفاق داشته باشه که اینی کارا تو بند میکنی. ما برات رای میدیم، شرایط داریم. نظام سودی از بین بره، فحاشی از بین بره، مطابق دین فیصله شوه. امی گپا را خود سرش بانیم. آلی معاملاش درست، معاملات دا چیز درسته؟ پیسه را گرفته رایسته کارت بفروشه. او مردکه، او مسلمان، به الله قسم کدام جنایتی که پاچا میکنه تو قتل شریک هستی، رای تو داده ای. اگر وطن میفروشه، اگر دین میفروشه، اگر جنایت تو گناه میکنه، تو رای توست، تو انتخاب کده ایشه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، گفته به اهلش بسپاره، نه بنا اهلش. لااقل شرطای خود داشته باشه. ملت از گنگای دو دل میدره. آلی پس از این دیگه نعوذ بالله راه های شرک بسیار شده. قوم پرستی، تنظیم پرستی، سم پرستی، زبان پرستی، مذهب پرستی، کلش بنابر پرستش انتخابات میشه. نمیشه؟ فاجعه بزرگ است. یقین به الله بکنی در اسلام و هیچ مفاتشان به اسلام اینم یک انگشت هم نیست. حالی همی حالتا حقوق بشر صحنه ها را در تلویزیون ها نشان میده. خیر امی شما کجاست؟ می سردمدارای حکومت کجاست؟ فقط هر روز برای خطیب بشینه که کدام کلمه دیگر رقم برای از اسلام درست بگویه، باز ببریشه کش کنیشه. جنایاتی که انجام داده میشه در وطن، این رو چرا کش نمیکنه؟ این که به صحنه تلویزیون او مجلسای خیلی شنیع، خیلی که انسان برش دیده نمیتونه، او را نشر میکنه. چرا نمیره؟ بازخواست نمیکنه. تا کدام سرحد رسیده جنایات؟ خو عذاب الله آمده است. اما عذاب الله دوی اومد به مثل قوم لوط علیه السلام واری نیسته که جبریل امین آمد قطی پری خود زد، چشمای مردم یک دم کور شد. و بعد از او تنها مفسرین اختلاف داره که باران سنگ اول است یا زیر و زبر کردن. از ظاهر آیت قرآن معلوم میشه که اول زیر و زبر کردن است، بعد از او چی است. لیکن واوی عطف آمده، واوی عطف تقاضای ترتیب نمیکنه. شده میتونه که اول باران سنگ باشه و بعد از او الله متعال امر کرده باشه جبریل امینه که بالا کی قریه را، پس بالا کد و زده سیالای امیال فعلا به نام بحر میت یاد میشه. عذاب الله برای اومد به این سیستم نیست، به سیستمای دیگه است. کدام سیستم است؟ امن وجود نداره. هیچ کسی مطمئن نیست که تا خانه را میرسه میانی.
4 دانه پول داشته باشی از دیگر به بعد از خانهت برآمده نمیتونی. چه اختیارات داری؟ چه اختیارات داری؟ یک آدمی فاجر فاسق در راه استاد میشه، نعوذ بالله، نه ناموسی تا میمانه، نه آبروی تا، نه عزت تا، همه چیزی تا خراب میکنه. این کدام زندگی است؟ چی زندگی است؟ خوش بایستیم که والا یک موتر در زیر پای ما باشه، یک بلدینگ داشته باشیم. این زندگی نیست. عذاب الله متعال است آمده. بنابراین میگه پا الله عذاب میده، این تو نمیمانه. چرا قرآن میگه و ما هی من الظالمین ببعید. اینمی قسم جزا، اینمی قسم عذاب برای او کسایی که مرتکب همچو جنایات میشه دور نیست که الله متعال همین قسم حالت ها را سرش بیاره. الله نگاه کنه، این بسیار بدبخت حالت است. الله رحم بکنه. و الی مدین اخاهم شعیبا، روان کردیم به مدین، اهل مدین اخاهم برادرشان شعیب علیه السلام، یوم دمی سرزمین شام است، آلی به نام معان یاد میشه. قال یا قومی عبد الله، شعیب علیه السلام به قومی خود خطاب میکنه. پیغمبران آمده برای اصلاح جامعه، هر نوع اصلاحات میاره، اصلاح اخلاقی را، اصلاح عقیدوی را، اصلاح عملی را، اصلاح اقتصادی را. پیغمبرات تنها مردم دعوت به نماز خشک یا به ذکر خشک نکرده، تمام برنامه حیاتی و زندگیش برشان تشریح میکنه. خلل که در هر جای موجود است انگشت مانده سرش. اول مسئله قال یا قوم عبد الله، ای قوم ما عبادت یک الله را بکنیم، ما لکم نیست برای شما من اله معبود غیره غیر از الله متعال. معنای لا اله الا الله است، غیر از الله دیگه کس لایق عبادت سجده ای گپا نیست. ولا تنقص المکیال، در پالوی عقیده، زمانی که عقیده جور شوه عملا باید جور شوه. قرآن کریم درس عظیم میده. اسلام دین نظریات و مفکوره تنها در خیال و در دماغ نیست، بلکه دین عمل است. عقیده داری، عمل قطع عقیده و بستگی داره، رابطه داره. اگر تنها عقیده باشه عمل نباشه باز معتبر نیست، قطعا معتبر نیست. اگر عمل باشه در دنیای کفری حال عمل است، اونجا وعده را وفا میکنه، دروغ نمیگن، خیانت نمیکنه، بسیار گپا، لیکن عقیده نیست. عبادت کی را میکنه؟ غیر الله را. امی کارا را به خاطر الله نمیکنه، این کارا را به خاطر چیست؟ امور دیگه میکنه. ولا تنقص المکیال، شما کم نکنی پیمانه را، والمیزان، منک که میکنی به منک یک چیز میده کم نده. والمیزان طوله، به سنگا اگر شما چیزی را طول میکنی کمی دیش نبیاری. اینی اراکم بخیر، ما شما را میبینم بخیر، در فراوانی مال و رزق. چی ضرورت داره که شما پشتی الله براتان داده، هر چیزیتان مهیاست. یک مانا. دوم اینی اراکم، شما کمی نکنی، نده طول نده پیمانه، من میبینم شما را بخیرین، من میبینم که شما نیکبخت شوی در آینده اگر امی عمل سخنای مرا بپذیری. نیکبختی خوب در پیش رویتان است. و اینی اخاف علیکم عذابه، و این نصیحتا را به خاطر کدام هدف و غرض ندارم، نه ملک نه میری نه چیزی را از شما طلبان هستم، فقط دلسوزی بالای شماست. چرا؟ اینی اخاف، من میترسم علیکم بالای شما عذاب یوم محیط، روزی عذاب روزی که کامل از 4 طرف احاطه، یک کسی خود خلاص نمیتونه. اگر شما مخالفت بکنی حالات خراب میشه، نکنی کاره. پیغمبران علیهم السلام برنامه دعوتیشان تنها مسئله عقیده نیست، مسئله اقتصادی را هم بیان میکنه. چرا؟ به خاطر که خلل در اقتصاد خلل در جامعه است. قوم لوط علیه السلام که کدام عمل داشت سبب فساد جامعه شده بود. ما جامعه مریض شده بود، آلوده شده بود و این سبب بدبختی بود. ما کمال کسی در یک قانون سالم اخلاقی تربیه نمیشد، خلاف اخلاق تربیه میشد. این مکمل فساد بود، یک دم فساد. اینجا هم فساد است. اگر کسی در اقتصاد خلل وارد میکنه، دروغ میگه، فریبکاری میکنه، ایام فساد در جامعه است، جامعه را طرف فساد میکشونه، مکمل جامعه فاسد میشه. انگور برات میاره، کارتن دبل چی کرده وقتی طول کنی 2 کیلو کارتن میاره، 2 کیلو. عجیب گپاست. شما باور بر الله بکنی فریبکاری ها در حد رسیده که امی کلگی در صدد عزیز که من چه قسم فریب بدم یکی دیگه خدا. خیلی زندگی چی مفهومی داره؟ که یکی به دیگه دزد باشه، یکی به دیگه خائن باشه. این چی زندگی است؟ قربان اون زندگی که در حالت مرگ خود صحابی آب برش میاد، خیلی نیاز داره. کسی که زخمی شه اولین چیزی که بسیار دلش تقاضا میکنه آب است، لیکن او به زخمی دیگه میده.
اونو را مردم زندگی میگه که یک داده پایکی بزغاله را پخته میکنه در 7 همسایه دور داده میشه. یک کلی سر یک صحابی روان میکنه در یک خانه، او خانه میگه که والا از مکه همسایم خیلی زیاد فقیر است، امو کله را دور روان میکنه. 7 خانه دور میخوره، پس در خانه که اول روان کرده دو خانه میه. ایره زندگی مردم میگه، فضای امنیت، فضای برادری. هیچ احساس نکنی که خانواده است یا کسی دیگره. یک منطقه کلش اعضای یک فامیل اور شمرده شود. اینقدر دلسوز یکی با دیگه ترحم داشته باشه. اینی زندگی است. افسوس است اینی روح زندگی از مردم برآمده، در بدری شده. و یا قوم او فی المکیال، باز میگه قوم ما پورا کنه پیمانه را، والمیزان طوله بالقسط، به انصاف. نمیگم شما را که زیاد بده، بلکه هر چیز موازن مناسب مطابق حقش. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، شما کم نکنه مردم چیزایشان، آن چیزی که حقشان را بپردازه. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، شما نگردید در روی زمین فساد پیشه. دو مطلب داره. توسط عمل درستیتان که مردم فریب میده، طول و ترازو را کم میکنه، فساد جور میشه. چرا؟ وقتی که تو فسادش شروع کردی کم دادن، کسی که سری تو چیزا مفروشه او هم دی کمی میکنه، غلطی میکنه، سری غلطی میشه، خلاص دیگه که دیگه دوست میشه، خود به خود فساد در جامعه است. دوم مانا ولا تعثوا فی الارض، شما نگردید در روی زمین مفسدین، فساد پیشه. مردمایی که دعوت ما را میپذیره، طاعت ما را میکنه، او را مانع نشوه نکنی. بان که مردمایی که عقل داره، فکر داره، گپ ما را بپذیره. بقیت الله خیر لکم، آن چیزی که الله براتان باقی میگذاره از فایده در معاملاتتان خیلی بهتر است برای شما. این کنتم مؤمنین، اگر عقیده داره، تصدیق میکنه، چیزی کم باشه اما حلال باشه. چقدر درس عظیم است، چقدر درس عظیم است. الحمدلله. شما باور به الله بکنه، بس اوقات انسان، ما در افغانستان میبینم از امریکا برم زنگ میزنه، مولوی صاحب ما خانه را میگیریم، نمیتوانیم، توانمندی نداریم که خانه را بگیریم، لیکن از بانک قرض میگیریم، قسطکی پول ازی را باز ما میدیم، بانک بر ما خانه را میگیره. در غیر از او حتی امی معاشی روزمره ما کفایت نمیکنه حتی با کرایه خانه دیگر خوچی میکنه. ما برش گفتم گپ امتحان الله دیگه نمیجاست. گفت نه اینجا مولوی صاحب گفته که ضرورت است. من چی ضرورت است؟ ضرورت میشناسی؟ ضرورت تو را میگه که آدم پا دراز میکنه، خلاص ولی از گشنگی آدم میمره. تو خو میگی که یک کمی پول پسنداز شوه، یک چیزی زیاد قطعی خود کمایی بکنم، چرا خودت در سودا گوش نمیکنی؟ گفت بس امی قدر کار داشتم ان شاء الله نمیکنم در می کار. من در تردد بودم. در امریکا زندگی میکنه، در فکر حلال و حرام و سود است که ما سودخور نشم. اما در افغانستان زندگی میکنه. بگو خیرت است پولی ما در چی است؟ در بانک است. بچه در کجاست؟ حاجی صاحب در حج رفته. بچه در کجاست؟ در بانک. خب چی میکنه؟ رئیس است. خب پیرداری بانک، اینمی بانک ها کلش سودیست، پیرداریش هم در اونجا که کار میکنه کارش حرام است، معاشش حرام است، سود است. سود میفهمید؟ آلی خونه معاشی به علما و کل معاشی کل امامای مساجد هم از امو داده رایسته که دیگه دست بالا کنه الله یک دعایشان قبول نکنه. یکی از جمله دستایش دشمن است. به می خاطر که دیگه مسلمان دست بالا کنه دعایشان قبول نشه، با حرام آغشته کده رزقشان همه چیزایشان. الله رحم بکنه. این سخت حالت است، این مصیبتی بزرگ است. حکومت اسلامی باشه چرا همینطور شوه؟ چرا یک بانکی را باز نمیکنه که دو مزاربت باشه؟ نقص آمد فایده آمد هر چی کشون حفاظت بکنه. مردم بیچاره از ترس در خانه پیسی خود نگاه نمیتونه، کلش در بانک ها کلی فایده را بانک ها کرده رایسته. در مقابل مسلمان فیصدی را بر اینجا میده، دیگه کلی فایده را وا میگیره، کلش سود. الله رحم بکنه. بقیت الله خیر لکم، اگر چی مراد از بقیه امو فایده که از معامله خرید و فروش پیدا باقی میمانه اونو را گفته میشه. اینجا مراد عام است. مراد از بقیت الله طاعت الله و رسول. هر عمل نیک بقیه الله است. عمل نیک انسان باقی میمانه. هر حرکتی که به خاطر الله قدم گذاشته، سخن گفته، ای بقیت الله است، ای باقی است.
خیر لکم بهتر است برای شما این کنتم مؤمنین اگر عقیده داره مؤمنی واقعی است. و ما انا علیکم بحفیظ، بله شعیب علیه السلام میگه من نیستم بالای شما بحفیظ نگهبان، که کل نعمت ها را از زائل نشو از شما و از گناه شما را نگاه بکنم. از من نصیحت است، من خود امروی تا نیستم که چی میکنه چی نمیکنه. قال یا شعیب، بله مردمای بیدین همیشه دین مورد استهزاء قرار میدن، نسبت عمل به دین میکنن و این مردما بسیار جاهل و احمق است. قالو گفتن یا شعیب علیه السلام صلاتک تأمرک، یا نمازی تو امر میکنه تو را ان نترک ما یعبد آباؤنا، که ما بگذاریم آن چیزی را که عبادت میکرد پدرای ما، یک او ان نفعل فی اموالنا، یا ما بکنیم تصرف بکنیم در مالای خود، ما امو تصرفی را نشاو که دلی ما میخواه، حالی ما را بیخیدم کار شخصی ما نمیمونی. انک لانت الحلیم الرشید، دو توجیه داره، یقینا تو خیلی به طریق استهزا میگه خیلی خوب، تو خیلی آدمی حلیم، خیلی صبرناک آدم هستی، رشید هوشیار آدم هستی، خیلی هوشیار آدم هستی. شاباس ما خوب آدم هستی. منظورشان چیست؟ استهزا کردن سر ازی یکی، یا است که نه حقیقت درک کردن. گفتن اینک لانت الحلیم، تو ده گمان خود الحلیم، آدم خیلی بردبار حوصله من، که ما واره مردم ها را همیشه بیان کده رایستی و ما ازی گوش میدره ازی گوش میبرایه. الرشید هوشیار هستی به نظر خودید، لیکن پیش ما دیوان هستی. تو دنیا را میگی بد است، این کارا را اینطور نکنی، فایده را کسی نگیره. فایده را سود خو فایده است دیگه، این را آدم نگیره. چطور نگیره؟ به این مردم چرا میگه مراد از صلات؟ میگه به خاطری که شعیب علیه السلام زیاد نماز میخوان، از این خاطر میگه نمازکای تو را امر میکنه که ما را این تو فرمانا میدی. حالی هم مردم هم برتر میگه این ریشه که تو را امر میکنه که مرا اینطور میگی، همینطور میگه نمیگه، میگه پا این استهزاء میگه. یک دوم مراد از صلات دین است، خود چون که بزرگترین نشانه دین یا آن چیزی که توسطش دین آشکارا میشه چیست؟ نماز است. از صلاتک، یا دینی تو تأمرک امر میکنه برای تو ان نترک ما یعبد آباؤنا، که ما بگذاریم آن چیزی را که پدرای ما عبادت میکرد. این دینی توی تقاضا را داره، این طوری دین ما قطعا قائل نیست، این طور دین به درد نمیخوره. چرا؟ این طوری دین ما نمیپذیریم. چرا؟ ارزش های فرهنگی ما را، ارزش های چیست قدیمی ما را، نیاکانی ما را از بین میبره. این طوری دین ما نمیپذیریم. کدام موضوع مسئله است؟ بگوی امروز موضوع مسئله امروز است یا نه؟ تو آمده ای و بیگک برای ما ای گپا را گفته رایستی پدرای ما ای کارا را کرده. ما این فرهنگ چی ماست؟ ملی باستانی ماست، این ملی ماست، این را به هیچ قیمت، به قیمت خون ماندنی نیستیم. خوب عجیب است منظورش. یک لیکن خبر نداره که نماز چی تعلقه و رابطه داره. نماز چیست؟ نماز یکی از اسباب و وسایلی است که به انسان با الله مرتبط می سازه. بزرگترین نزدیکترین رابطه با امر الله در نماز می باشه. نماز است که روح دعوت، نماز است که روح اجتناب از گناه ها را، نماز است که روح برادری و دلسوزی را در وجود انسان تربیت میکنه، نمو میده. نماز است. قرآن میگه این الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز منع میکنه از فحشا و منکر، که نماز باشه. نمازهای ما نماز نیست. از همون خاطر هیچ در برنامه زندگی ما تاثیری نداره. هیچ. اگر نماز ما نماز باشه یقینا انقلاب میاره. یک نفر آمد پیش پیغمبر علیه السلام گفت اینی آدم نمازم میخونه، خیلی کارم میکنه. گفت زود است که نمازش رو باز داره. چند وقت تیر نشده بود اما آدم آمد گفت یا رسول الله بالکل، مردکه بالکل درست شد. اینی را نماز میگه. چرا؟ دو قسم نماز است. یکی نمازی است که با درد، با تأمل در کلماتی که خوانده میری، با تأمل در فلسفه رکوع، با تأمل در فلسفه الله اکبر گفتن، با تأمل در فلسفه سوره فاتحه، با تأمل در فلسفه قاعده و سجده و سلام دور دادن.
این نماز علایده نماز است. یقینا که انسان نمیگذاره که تو در جنایت دست دراز کنی. این نماز همونطور نماز است. یک نماز بیگاری است. یک دفعه قطعی مردم برابر شو، تاشو بالاشو برو بخیر، خلاص. فرق است. فرق است. زمین و آسمان فرق داره. این طور نماز است. شعیب علیه السلام این مردم که میگه یا نمیفهمه واره به این گپ چی؟ او بیچاره خو عاشق مادیات دنیا است، میگه هزار را که بیا مقصد پیدا شوه و این رابطه قوی و مستحکمه در بین الله و نماز نمیبینه، در بین نماز و اینمی عمل معاملات خود نمیبینه. از او خاطر میگه صلات که تأمر که یک. دوم پافشاری سری آن چیزی که پدرها عبادت کرده، پدرها عبادت کرده سری اون پافشاری داره. یکی دیگه ایام اونمو مرضی است که همیشه در طول تاریخ در پیش روی دعوتگرا یک چی است؟ صد بزرگ است که همیشه مردم امیر یاد میکنه که این کاری پدرای ماست. دو سوم دموکرات هاست، دموکراسی و ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. تو ما را من نمیکنی که تصرف در مالای خود بکنی ولی ما را در مال خودم نمیمانی. تو را چی؟ امروز به نام چی؟ بگه زندگی شخصیم است. این کاری چیست؟ دختر با بچه در بازار کاری غلط انجام میده، کسی مانع میشه، میگه این زندگی شخصی است. تو را چی؟ در دنیای غرب میگه پاس کس با کس چی نداره، خلاص. مقصد جرامت، رضامندی موجود باشه، خیر خلاص دیگه گپا نیست. به نام زندگی شخصی کارا را انجام میده. امروز ببین اما تاریخ یک تاریخ است، یک گپ است. یا مین نعره را ابی آواز بلند میکنه وای هر کس باید ده کار افعال ده اقوال ده هر چیز آزاد باشه. این دموکراسی که به نام آزادی بیان، آزادی چیست؟ حقوق، آزادی گپام کلش برای سرکوب کردن چیست؟ احکام دین است. هیچ کدامش به سرکوب کردن حکم دین نیست، یا که کدام آزادی را به نام گرفته. این کلش به می خاطر است. و هم همونطور میگفتن. قرآن کریم اینجا رد میکنه که کسی حتی در مال خود تو آزادی مطلق نیستی که هر رقم میکنی. مال با وجه درستش از امون راه هایی که الله برات مشروع کرده از امونجا باید پیدا بکنی. هر راه را برات جایز نکرده. دوم که پیدا کردی در ملکیتت قرار گرفت، آلی در راه های جایز باید مصرف بکنی، نه در راه های غلط و ناروا و نادرست که سبب فساد در جامعه میشه. در اون جاها مصرف نمیکنی. پس وقتی قرآن و نظام الله متعال از ما حتی در مورد مال ما که کسب میکنیم در اون مورد آزادی مطلق بر ما نداده، دموکراسی چی مفهوم داره؟ در ضدی عزیز یا موافقی عزیز؟ در ضدی عزیز. دموکراسی خود تو را میگه که از هر ناحیه پیدا کنی، از هر ناحیه، هیچ پروایی نداره. مقصد شکم خود سیر کن. قرآن میگه نه، تو حد الله برای زندگیت مقرر کرده، در حد جایزی خود قدم بگذار، کسب بکو، تصرف بکو، از او به بعد نداری. انک لانت الحلیم الرشید، یقینا تو حلیم هستی. حلم تقاضا میکنه چرا؟ یکی باید یک مطالعه کافی شوه، صحت یک چیز آدم معلوم کنه که بلی این گپ درست است یا نه، بعد از او با سرش حکم بکنه. الرشید رشید هستی، رشد تقاضا میکنه که چی را؟ که مطالعه نکنی. رشد تقاضا میکنه که معلومات کافی داری، مطالعه نکنی. از او خاطر اینجا نعوذ بالله در تناقض امر مشرکین گفته رایسته که حلم تقاضا میکنه که بعد گپی تا آدم مطالعه کنه، رشد تقاضا میکنه که تو مکمل میدونی. از او خاطر گپای تو گډوډ است. خب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.